أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المراتل عليا دنيا المراتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا فكان الدنيا المراتل عليا دنيا المراتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید. بسم الله الرحمن الرحیم. رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. خواهر و برادر عزیزم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم الله سبحان را تشکری میکنیم که برای ما و شما زمین مساعد شد باز صحبت هایی در مورد مسئولیت های خود ما داشته باشیم. در این برنامه چند سخن با خواهر و دختر عزیزم میخوایم داشته باشیم، با عروسم، با خانم های جوانی که در مقابل تلویزیون نشستن. به این ارجمندا چند سخنی دارم. همون رقمی که ما میگیم راضی هستیم که الله پروردگار ما هست، خوشحال هستیم، افتخار میکنیم و آرزو داریم هم که الله ما نیز از ما راضی باشه. پس شما خواهر و دختر عزیز من باید در حفاظت شخصیت خودتان، شخصیت ماحولتان، اجتماعتان درک مسئولیت بکنید و این مسئولیت بزرگی به عهده شما گذاشته شده. الله رحمان که ما شما را خلق کرده میدانه از ضعف و ناتوانی ما، از احساسات جوانی ما، چون ما را خلق کرده. بنابراین آل خطاب به شما ارجمندا الله رحمان میفرماید که در سوره احزاب میخوانم آیت 33 است: اعوذ بالله ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی. مثل جاهلایی که گذشتن پیش از اسلام ها در وقت جاهلیت، مثل اونها شما خودنمایی و خود آرایی نکنین. یعنی اندام و صورتتان، زینتهایتان را نشان ندین. خدای رحمان با شما عزیزا همه تو خطاب میکنن. حال وقتی که کلمه تبرج میبینیم در قرآن عزیز، ایره بر خانما خطاب میکنن. تبرج یعنی
زیبایی های خود را آشکار کردن و به نمایش گذاشتن صورت و اندام و تمام اعضای وجودی که طرف مقابل تحریک میکنه، این را تبرج میگن. بنابراین باید جامعه در جایی که زندگی میکنیم، اجتماعی که هستیم، از زیان و ضرر خودنمایی یا خودآرایی زن محفوظ باشه. الله همین رو میخواه و همین رقم حیا و عفت موجود به نام زن الله میخواه که محفوظ باشه، خدشه‌دار نشه حیا و عفتش. و همین رقم مردها هم در اجتماع تحریک نشوند. نفس است، شهوت است، شیطان است، اینا یک بار به حرکت نیایند، سبب برشان موجود نشود که اینها خدای نخواسته تحریک شوند و دست به فساد و فتنه بزنند. طبعا خدای علیم وقتی که ما را خلق کرده راههایی هم بر ما نشان میده الله ما که بنده های من متوجه باشین. در اینجا آیت را من میخوانم که باز هم در سوره نور است که اعوذ بالله ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن. الله میفرماید که چادری که در سر شما هست یا روسری که هست یا مقنعی که هست، همین در شما در گریبانتان یا در گردنتان یا در سرشانه هایتون پرتین که گردن شما و یخن شما و برجستگی هایی که در بدن شماست امونا پنهان شود، پوشیده شود. طبعا خداوند عزیز این دستور میده به خاطر همو خدا نخواسته مرضی که در اجتماع شایع نشود. جلوگیری میکنه الله عزیز که شما سبب نشوین که همه تو یک فتنه ایجاد شود. بنابراین او روسریتانه چادرتانه باید قسم بپوشین که گردن و برجستگی بدن شما را پنهان بکنه. و جای هم میفرمای الله عزیز که در ادامه همین آیت مبارک ولا یبدین زینتهن، شما زینت هایتان زیورتان آشکار نسازین. حالا زینت یا زیور منظور از یک چیز مشخص، لباس، جوهرات یا یک عضو از بدن نیست که مشخص بسازه الله عزیز و ایره همو جایها را عام مطرح میکنه، کلگیش در بر باید بگیره. هر عضو بدن زن که او سبب تحریک شود یک موضعی از زینت است در زن، پس این باید که پنهان شود، حتی با وسایل دیگی این را زیباتر نسازه. بنابراین منظور این نیست که مثلا طلا و زیوراتی که خانم داره او را پنهان کنه، منظوری که همو جایهای حساس بدنی را که الله عزیز بزن که یک جنس لطیف او را خطاب میکنه، خیلی یک موجود ظریف است. بنابراین تمام زیبایی ها را در بدن این موجود عزیز خودش خداوند به ودیعت گذاشته. بنابراین اونمو ببینیم میگن از سر تا پا خانم عورت است. خانمی که به الله ایمان داره، به روز آخرت ایمان داره، خداوند یک لباس برش سفارش میکنه، از سر تا پا میگه خودت بپوشان که تو مورد اذیت و آزار کسایی که بیمار هستن قرار نگیری. به این خاطر همو جایهایی که سبب میشه طرف مقابل تحریک میشه همونا رو بپوشان و هر چیز دیگه هم که رو زیباتر میسازه اونا رو هم بپوشان. خداوند عزیز این رو میفهمه که از امی مثلا امی خود چادر یا روسری یا مقنع امی خودش هم یک وقت نشوه که با وسایل یا خود از این وسیله زیبا ساختن
همون شخصیت به نام زن نشود. حالا وسایل زیادی هست، گیره ها هست، سیخک هایی هست که در چادر خود، در سر چادر خود خانم او را استفاده میکنه، همو چادر زیباتر میسازن و یا شکل میتن چادرشان چپ و راست میپرتن یا قسم او را بسته میکنن که همو مقصد اصلی که از گذاشتن او در سر بود او را مخالفش میشه، هنوز او را زیباتر میسازن. بعضی دختر خانم‌ها یا خانم‌ها شوق دارن که حتی یک کم مویاشان سر پیشانیشان باشه و یا چادرشان یک کم بالاتر باشه، پس او را میخواین که همون جایی که باید پنهان میشد امور هنوز زیباتر میسازن. این کار مقصد الله از این ثروتانه که بپوشانین میگه، از این چادر که شما استفاده کنین میگه، این منظورش همین است که همون زیبایی ها، همون اعضای بدن شما با او پنهان باشه که سبب جنجال نشود. طبعا یعنی خود همی روسری یا چادر یک منظره تماشایی نشه برای مردا که اونا جلب شوند، یوازه که متوجه نمی شدن، حال با وسایل یا با طریقه های او مزین شده که طرف مقابله هنوز جلب میکنن. پس او خانمایی که خودشان آراسته میکنن، خودشان زیبا میسازن، یعنی منظورشان چی است که طرف مقابله یا مردها را سبب تعجب و تحسینشان شود که به به چقدر قشنگ است یا چی، یعنی توجه از اونها رو به خودش جلب میکنن که این کار سبب میشه که الله رحمانی که بر شما یک لباس فرمایش داده بود و شما اون لباس مطابق تقاضای الله نکوشیدین یا نکردین، خدای نخواسته او الله رحمان غضبناک نشوه، خشمگین نشوه با این کار شما. ببینیم همین لباس هایی را که بر ما از طریق تبلیغ و تلویزیون و اینا بر خانمای ما و عزیزای ما مفروشن یا پیش میکنن یا تبلیغش هم میکنن، اینا برای چی هست؟ برای همین است که خدای ناخواسته شما را هنوزم زیباتر بسازه. در کجا؟ در بیرون، در بیرونی که مریض ها وجود دارن، چشمه های گناه آلود وجود دارن، مردهای مریض وجود دارن که خدای ناخواسته به عزت و عفت شما اونا باز چشم درازی و زبان درازی و دست درازی نکنن. بنابراین الله عزیز وقتی که به شما خانم عزیز سفارش میکنه که بنده عزیز من که به من ایمان داری، مرا دوست داری، من این لباس برای تو سفارش میکنم، تو اینا را استفاده بکن. حالا ببینیم الله یک قدم دیگه مثل که ما را پیشتر متوجه میسازه که و اعوذ بالله ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. این خود زینت های آشکارا بود که مردم او را پنهان کردن نمیتونستین شما که میبینه مردم، پس او را چه قسم شما از نظر مریض ها وقایه بکنین که سفارش کن، شما اونا را آشکار نسازین، پنهان کنین، چادرتون قسم بپوشین، لباستون قسم بپوشین که اونا به طرف شما توجه نکنن. حالا یک سلسله چیزای دیگه هم هست که او هم در همین تبرج یا خودنمایی میآید که زینت هایی که اونا مخفی از خودش، حالا هم شاید این مود باشه یا این رواج باشه که خانم‌ها در پاهایشان پایزی بیا خلخال میگن چیزایی که میپوشن او صدا میاره، همورا الله عزیز میگه که پایایتان خانم‌ها بنده های عزیزم پایایتان در زمین محکم نکوب که صدای او زیوراتی که تو پنهانش کردی او آشکار شود. بازم الله عزیز توجه شما عزیزها را به این جلب میکنه که متوجه باشید. یک قدم دیگه هم پیش میریم که اعوذ بالله فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. سبحان الله. در گفتارتانم
شما خیلی محتاط باشین، اطور نرم و لطیف حرف نزنی که بیماردلان با شنیدن از او به شما طمع کنن، در دلش یک چیز وسوسه پیدا شود از طریق صحبت شما. پس این هم در همون خودنمایی الله عزیز شامل میکنه که نکنین. بنده های من میبینیم که رسول اکرم ناجی بشر، پیامبر رحمت صلی الله علیه و سلم، جان ما فدایش باد، پدر و مادر ما، اولاد ما، همه هستی ما فدایش باد. او شما را چطور سفارش میکنه؟ میفرمایند که هر زنی که خوشبویی استفاده کنه و سپس در کنار از کنار گروه گذر کند، عطر زده خوشبویی استفاده کرده و از پیش یک گروه تیر میشه و آن گروه بوی عطر و خوشبویی را احساس کنند، یعنی قسم از پولی از اونا گذشت که این خوشبویی به دماغ از اونا رسید. پیامبر میفرمایند که صلی الله علیه و سلم با این کار خود گویی مرتکب زنا شده است. نعوذ بالله، پناه میبریم به الله که همین کاری که اونا تحریک شدن ها، بوی به دماغشان رسید، اونا از طریق همین بوی متوجه به خود او شخص شدن. دوام حدیث همونطور است که هر چشمی ممکن است زنا کند. همین چشم هم اگر با نیت سوء طرف مقابل سعی میکنه، پس او هم یکی از وسایل است که او را به زنا نزدیک میکنه و حتی در جمله کسی که با چشم زنا کرده او را میگیره. طبعا انسان ما همه طور هستیم. شما از خانه داخل میشن یا در جایی هست که رستوران است یا یک کبابی هست، بوی کباب به دماغتون میرسه. شما وقتی که بوی دماغ شما بوی کباب آمد، اشتهای شما رو برای کباب میاره، آرزوی خوردن کباب میکنین شما، باز خصوصا اگر شما گرسنه بودین. و یا اگر همی رستوران یا همی کبابی یک ترق پرق هم میزد و صدا هم میکرد که بفرمایین بیاین کباب تیار است، خب 1000 بار به اون طرف اونا رجوع میکنن. پس همی کار هم در جمله تحریک کردن حساب میشه که شما مثل که باز هم مثل تبرج وارد شد که خودنمایی شد، با بوی او طرفه با خودتان متوجه کردید. خدای عزیز ببینیم به زن و مرد دستور میده که چشمتان پایان کنین و شرمگاهتان حفاظت کنین، که از اون طریق چشمم که در صحبت گذشته ما داشتیم این کارها صورت میگیره. بنابراین وقتی که این زمین سازی ها را ما متوجه نشویم، عواقب بسیار خطرناکی در انتظارش است. باز الله عزیز، الله رحمان، الله خبیر و دانا باز هم میفرماید که اعوذ بالله در سوره اسراء میخوانیم ولا تقربوا الزنا، و زنا نزدیک نشین. همه راه ها نزدیک شدن به مو هست، نه؟ ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا. و تحقیق که اینمی انگیزه هایش بود، اسباب رفتن به طرف زنا بود. پس شما را میگه به امینا نزدیک نشوین، یعنی به او کار از طریق امینا نزدیک نشوین. امین راه نزدیک شدن به اونمو هست. پس این امینا را اسبابش که موجود است اینا را شما انجام ندین که شما چی کار میکنین؟ این کار یک گناه کبیره، یک گناه زشتی هست و یک راه یا یک شیوه بدترین است که شما دو خدای ناخواسته نروین، نیفتین. یعنی الله عزیز در اینجا بر مرد و زنی را دستور میده که از تمام کارها که منجر به اونمو گناه کبیره بزرگ میشه، جنایت میآفرینه، مقدمی است به اونمو، به می مقدمات از شما نزدیک نشین که اونمو بود
از چشم چرانی شروع میشه تا کجا میامد. هر عضو بدن شما وقتی که لذت میبره از یک چیز ناروا، پس اونمونا سبب میشه که انسان به اون طرف بکشانه. پس ما متوجه مسئولیت ما میشیم، خواهر من، دختر عزیز من، که ما باید متوجه مسئولیت ما باشیم. اگر شما یا یک زنه به خودش ارزش قائل نشود، قیمت خودش ندانه، بعضی وقتا همین حرفا هست، میگه شما احترامتون نگاه کنین که با یک کسی وقتی خدا نخواسته روبرو میشین در مقابلش به احترامی نکنین که او هم به مقابلتان نکنه. معنی اینه بس که شما احترام خودتان نگاه کنین. پس با خواهرم، با دختر عزیزم همین سفارش است که خودت ارزشت بدان. وقتی با خودت ارزش قائل شدی، پس از اینمی خودنمایی و خدا نخواسته اشوه‌گری و صحبت ها و طریقه های راه رفتن و اینا را قسم نکنی که قدرت پایان شود، بی قدر شوی، خدای نخواسته دامنی فساد هوار شود و تو سبب شوی. ما میبینیم که وقتی کرامت خانواده چطور محفوظ میشه، این از این راه های پرهیزگاری و به خودش رسیدن که خدا انسان نگاه میکنه که خانواده خدای ناخواسته برباد نشود. زیادی کارا شده، شما از ماحولتان آگاه هستین، در بین زن و شوهر وقتی همین کارا در اجتماع بوده، در بیرون بوده، اینا متاسفانه توجه نکردن، خانواده کانونش به هم خورده، بدبختی ها ایجاد شده، جدایی ها بین زن و شوهر شده، طفلک های معصوم آواره شدن. این از کجا منشأ میگیره؟ از همو بی‌توجهی، خصوصا خانم شما، که شما چون مسئولیت کلانه به عهده دارین که شما خودتان بی قدر نکنین. و می خاطرم است که الله عزیز همو آیت شریفه که خواندم که اعوذ بالله ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی، که جاهل نشه انسان، جاهلای قدیم، حال جاهلای نو او کار نشوه که خدای ناخواسته شما خودتان بی قدر کنید. مثلا یک خانم مثل عروس خودش آراسته میکنه، فیشن میکنه و این میره بیرون وقتی میره چی میخواه این خانم؟ میخواه نمو زیبایی های خودش در بیرون عرضه کنه. عروسه که داماد در خانه هست، داماد شوهرش همسرش هست. اینی مثال میارم. یک خانم وقتی فیشن میکنه، فیشن خو عروس برای شوهرش فیشن میکرد. شما حال وقتی فیشن کردین خدا نکنه بیرون نرین دیگه، ولی برای بیرون رفتن فیشن نکنین که میکنن. در خانه به خود اقدر نمیرسن که وقتی بیرون شدن میگه پس مثل او دکاندارا واره یا او کسایی که تبنگ در دستش از بیرون رفته شیرنی داره یا چیزایی دارد صدا میکنه که این آیس کریم است یا فلان است یا فلان است، شیرنی هست، خبر میته بر مردم، او را با رنگ های مختلف آراسته میکنه، میکشه به دید مردم که مردم بیاین. اگر یک کمه که تبلیغات زیادتر داشت، او را زیادتر به معرض چشم مردم قرار داد، باز میبینیم که مردم دم دکانش هنوز دکان باز نشده که مردم نوبت گرفتن آمدن. هر کس اگر قیمتش پایان کنه میبینیم که زیادتر مردم توجه میکنن. مثل که پیشتر عرض کردم، هر کسی میخواه که از او چیز به دست بیاره. وقتی خدای ناخواسته او خانم با او آرایش و
فیشنش بیرون شوه، مردم تحریک بکنه. یعنی خودش هم مثل یک کالای ارزان قیمت عرضه کرده بیرون. مریضها دنبالش میفتن، نیتهای سوء به طرفش تشویق میشه، کشانده میشه. چی قسم یعنی شرم و حیای یک خانم اجازه میده شما را به خدا که خودش در معرض دید هر کس و ناکس قرار بده و این خودش سبب شود که آتش شهوت مردا را تحریک بکنه. این چطور وجدان هست که یک اداره به این وادار بسازه که آرزو کنن، پلان و نقشه جور کنن برای رسیدن به این خب انتهای بی‌قدر کردن یک شخصیت است. ما یعنی اگر به این چیزا توجه نکردیم خود ما، اجتماع ما همه گیره به بدبختی میکشانیم. خواهر عزیزم، این پوشش را که الله برای شما سفارش کرده، میگه این مثل یک تاج بسیار گرانبهای است که خودت زیبا کرده. پیش الله تو خیلی قشنگ هستی، خیلی زیبا هستی اگر همین لباس پوشیدی و برآمدی. غیر لباس اگر پوشیدی از تو کده بدرنگ، از تو کده آدم بی ارزش و بی قیمت دیگه کسی نیست پیش الله. در اجتماع هم انسان بی حیثیت میشه. و این پوشش، همین لباسی که الله برای شما سفارش میکنه، میگه این بزرگترین نشانی ادب است، این بزرگترین تربیت است، رشد و کمال انسان است، خصوصا از شما. لذا بدن پاکتانه، این گوهر پاکه، به چشم تجاوز چشم تجاوزگران میگه نگذار. این دامن پاکتانه آلوده نکنید، حتی اگر به حرف شود پشت شما کس حرف نزنه. او زن شریف کسی است که اجازه نمیده مرد نامحرم دستش در جانش بخوره، با او را لمس کنه. این از شرافت او زن پاک دامن است. پاک دامنی زن میگه حقیقیش او است که خودش از دید مردهای نامحرم نگاه میکنه. این پاکیش است، این قدسیتش است. این را حفاظت میکنه، نمیخواد که پاکیش تباه شود، سبب خوشگذرانی و خوشگپی یگده شود. بنابراین وقت الله عزیز بر شما چشم و ابرو و صورتی که رنگش انتخاب کرده الله، پلکای شما را الله رنگه و آبی نساخت، نه، مناسب او صورت شما الله او را رنگ آمیزی کرد. لبهای شما را خداوند رنگ کرده. شما مثل که بگوین من قانی نیستم به این رنگ، من این رنگ خوشم نمیاد، خودتان با یک چیز دیگه او را رنگ میکنید. ناخونای شما، این رنگ زیبایی که در ناخون است که بشر شاید این رنگ تحلیل هم کرده نتانه، ترکیب از این رنگ چی بوده که الله در سر ناخون ما و شما او را وضع کرده. ما ایره میگیریم رنگ دیگه میدیم. او دراز شدن ناخون که خداوند عزیز یا دین ما بر ما میگه از فطرت انسان است که ناخونایش کوتاه کنن، ناخونایش بگیره، دراز شدن نمانه. ولی خواهرای مرا، خانما را چنان تبلیغات اغوا کرده که دور از شما ها میگم. وقتی
حیواناتی که ناخونای دراز دارن که اونا برای کندن یک چیزی، برای خوردن یک چیزی، برای پرت کندن و برای به دست آوردن یک لقمه نان از اون پنجالایشون استفاده میکنن. آل زن مؤمنه، زن خدا پرسته تشویق کردن یا فریب دادن که ناخونایشون از انسانیت بیرون بکنن. ابرویی که خدای عزوجل در جای خیلی مناسبش وضع کرده. ما میگیم یا الله تو نفهمیدی ایره پاک میکنه یا تغییر میده، چیز دیگه جورش میکنه. پس میبینیم که همین سامان و ابزاری که برای آرایش خانما در بازار آمده، امیر کی آورد؟ اما تجارایی که نه سر عزت شما، نه سر شرف شما، نه سر ناموس شما بندواز نیست. او میخواد پول داشته باشه و تبلیغاتش در و دیوار گرفته، مجله ها پر است، تلویزیون ها پر است. زنها را به می خاطر استخدام میکنن که اونا خودشان رنگ و روغن کنن و جلوه کنن در بیرون و خواهر مرا، دختر مسلمان مرا اغوا کنه که این هم پیروی از اونا بکنه. یک بار شما او شخصیت ها را در تلویزیون که مطالعه کنید که اینا به خاطر چی آمدن خودشان آراسته کردن و فیشن کردن به شما؟ اونا خب پول گرفتن. فکر میکنم به یک میان برنامه بریم، بعد از او انشاءالله صحبت های ما را دوام میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قد ولدت بعدما في الله مت وارتقت روحي لخلد يا لسعد الآن فزت من جديد قد ولدت بعدما في الله مت وارتقت روحي لخلد لسعد الآن فزت يا لسعد الآن فزت لم أمت كلا وربي بل إلى الجنات طرت إنني حي شهيد عند ربي قد رزقت لم أمت كلا بل إلى الجنات طرت إنني حي شهيد عند ربي قد رزقت أبصرت باغ يهتك الأعراض ثرت حاملا روحي بكفي وإلى الهيجاء سرت عندما أبصرت باغ يهتك الأعراض ثرت حاملا روحي بكفي وإلى الهيجاء سرت ضائعا قدمت روحي في رضا المولى وبعت فاشترى الرحمن نفسي يا لسعدي قد ربحت من جديد قد ولدت في الله مت
لخلد يا لسعادي الآن فزت يا لسعادي الآن فزت إخوتي في الله أنتم عزوتي أنتم عتادي إن أبنائي كوتهم نار بغي في بلادي حالهم حال نصيب والمآسي ازدياد شردوا ظلما وقهرا مسهم جور الأعادي يا بني الإسلام جودوا أطلقوا بيض الأيادي وامسحوا دمع اليتامى أنقذوا شعبا ينادي أنقذوا شعبا ينادي أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الرحمن الرحیم. خواهر و دختر من، عروس من این حرفا رو بر شما میگم که شما مسئولیت دارید. بیرون که کسایی که اجتماع را و مشکلات روبرو میکنن زیاد هستن، ولی شما خودتان تنها احساس نکنید. شما وقتی با عزم راسخ، با ایمان قوی، با امید از این که الله ناظر هست و الله این تکلیف‌های شما را عوض میده. سخت است که در بیرون شما مقاومت داشته باشید، ولی وقتی به آینده های ازی، به نتیجه هایی که الله برای ازی مرتب میکنه شما آگاه باشین، بازی کار برتان آسان میشه. شاید مردم، همسایه، خیش و قوم انسان نگذارن. به حجاب شما بسیار کسا هستن که مسلمان هستن ولی که حجاب شما را استهزا میکنن. اگر شما فیشن نکنین بیرون براین به شما خنده میکنن. بگذارین اینا بکنن. اینا روزی هست که باز پشیمان میشن ولی او پشیمانیشون سود نمیکنن. شما به اینا خدای نخواسته خشونت نکنین، برخورد نکنین، اینا را هم نصیحت کنین. بعض وقت شده که خواهرایی که محجب هستن زیاد احتیاط میکنن، یگان وقت همه لباس پوشیدنایشون سبب میشه که اینا خودشان نسبت به دیگرها بهتر و برتر بدانن، باز دیگرها را خدا نخواسته اینا توهین نکنن. استغفر الله، این کار شما نکنین. این لباس شما در تواضع شما، در علم شما، در تقوای شما می افزاید. شما یک معلم میشین که دیگرها از شما یاد بگیرن، پند بگیرن. خدای نخواسته شما اینطور باز احساس نکنین که ما از اونا کده بهتر هستیم. او الله میفهمه، نیتهای ما را الله میفهمه. این تواضع و شکستگی در ما باشه. میگه اعمال خیر شما سبب خدای نخواسته این لغتش یک ذره شاید ثقیل باشه، کبر شما نشود. شما گمان نکنین یک دفعه به می حالتون گویا اکتفا کنین که من خود اگر من جنت نرم، اگر من رضای خدا را به دست نبیارم کی خواد آورد؟ به این از سر عبادت خودش انسان مغرور نشود. این پوشیدن لباس شما عبادت است برای شما، طبعا بدون شک عبادت است، چرا فرمان الله هست. این در جمله لباس دینی شما هست که دین شما این را برای شما سفارش کرد. در دنیا خود دیگر سفارش ها هست. بنابراین این
شیوه شما، این کار شما، این پرهیز و تقوای شما خدای نخواسته شما رو باز مغرور نکنه که دیگران رو باز از نصیحت و پند دادن شما خودتان بی‌نیاز میدانیم. اونا رو فکر میکنین که به می حالتشون باشن. نخیر، شما معلم هستید. آسان کار نیست. باید شما شکیبایی داشته باشین، تحمل داشته باشین، حرفا رو میگن بشنویم، با جان و دل بشنویم، ولی در صدد جوابش به راههای مفید و احسنی که تاثیر کنه و اونا پشیمان شون از او حرفایشون. از اگر استهزا کردن اونا پشیمان شون، نادم شون. بنابراین شما زیبایی تانه، حسن تانه که او حقیقی و واقعی باشه، او را در چی جستجو میکنین؟ در زیبایی روحتان، در پاکی روحتان، قلبتان، فکرتان زیباست. در فکرتان خدای نخواسته توهین کردن و تحقیر کردن و دروغ و غیبت و اینا نیست. این ذهن زیبا شده، فکر زیبا شده، قلب پاک شده، در هیچ کینه و کدورت و حسادت و اینا نیست، جای نداره. نارامی هایی که در بیرون میبینین محزون میشه این قلب. خدایا دعا میکنه خدایا هدایت بکن. این پاکی اصلی، زیبایی اصلی در همون پرهیزگاری شما هست که همین زیبایی ها از قلب، از اینا بیرون میشه و در صورت شما، چهره شما را نورانی میکنه، چشم بصیرت شما را باز میکنه. بنابراین زیبایی های حقیقی را ما در لباس و در فیشن و در اینا نمیبینیم. حسن و جمال در حیاست، در عفت است. اون زیبا باشه، در اخلاق ماست، در گفتار ماست. اونا زیبا باشه، اونا مقبول باشه که ما مصدر یک کار بزرگ در اجتماع شویم. ما امروز میخوایم یا در برنامه میخوایم که شما زیادتر حرف بزنین. ما در برنامه قبلی متوجه میشم که زود وقت پوره میشه و حرفا تلفونا همه میمانن. ما چند مطلب کوچک دیگر یا مختصر دیگر به خدمت شما بیان میکنم که ما وقتی حرفا را میزنیم که عفت، پاک دامنی، امینا چی فایده خواهد کرد؟ ببینیم الله چی میگه برای ما. الله را که عرض اول ما بود که ما راضی هستیم، افتخار میکنیم، پروردگاری داریم که الله هست، دوستش داریم، فرمانش میبریم. اما الله میگه، ببینیم برای ما چی میگه. در سوره نازعات میخوانیم اعوذ بالله و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى سبحان الله فإن الجنة هي المأوى. یا رب و جنت نصیب ما بکن، ما را در جنت با هم روبرو بگردان خدایا. ای عزیزای من که من نمیبینمشان، خدایا ما را در جمله بنده های خوبت بگردان که در جنت با اونها روبرو باشیم. خدای مهربان در این آیت عزیزش میفرماید که هر کس از مقام پروردگار خود ترسید، او را مقتدر، ناظر، شاهد، همه چیز ما در اختیار از اوست. وقتی از اون مقام ما هراس کردیم که او را ناراض نسازیم، او را ناراحت نکنیم، او را قهر نسازیم سر ما. هر کسی که از مقام پروردگار خود ترسید و نفس خود از هوا و هوس منع کرد. همین هوا و هوس است که انسان میکشانه به گمراهی و بدبختی. نفس اماره که منتظر است در کمین ما نشسته، شیطان که هست، شیطانای انسی و جنی هست، ولی مقام الله، شمایی که با او الله ایمان دارین، دوستش دارین، او شما رو وادار میکنه که از هوا و نفس خودش استفاده نکنه انسان.
باز چی میشه؟ فإن الجنة هی المأوا. بدون شک براستی که بهشت جایگاه او است. اما کسی که از مقام اللهش به حراس باشه، الله از ما آزرده نشود، او را الله پاداش جنت برش میده. خدایا شما را و ما را و همه بندگان خوبش خداوند در اون جنت رو برو بسازه، دیدار خودش در اون جنت نصیب ما بکنه. و کسایی هم که هنوز در این راه نرفتن، متوجه نشدن، خدایا اونا را هم تو متوجه بساز. نمیخوایم هیچ مسلمان دوزخی باشه. آرزو میکنیم همگی ما بریم. هیچ کس را آرزو نداریم که به کفرش باقی بانه. خدایا همگی ما را هدایت بکن. واقعا اگر همه هدایت شوی، جنگ و خونریزی خاتمه پیدا میکنه. اگر به مقام الله اعتراف کردن، باز مظلوم ها را به این حالت نمیکشانن. قوتی که خدا در اختیارشان گذاشته از سوء استفاده نمیکنن، ولی از مقام الله نمیترسن. فرعون و نمرود با کدام سرنوشت ها روبرو شدن؟ اینا فراموش کردن، اینا میدانن، ولی در مقام سوپر پاوری خودشان زدن، خراب میکنن، میکشن، بسته میکنن، اذیت میکنن، بی عزت میکنن، هر کار میکنن. چرا؟ از اون مقام الله بیخبر هستن. ولی تو خواهر عزیز من، وقتی جنت آرزو داری، پس از اون مقام الله در حراس باش. هوا و هوس مانع شویم، نگذاریمش که ما را دستور بده که کار بکن، کار نکن، این لباس بپوش، این لباس نپوش. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که حدیث شریف طولانی است، از امو جمله 7 گروهی که روزی که هیچ سایه نیست، روز قیامت، در زیر سایه رحمت الهی، و از جمله 7 گروهی که در اوج قرار دارند در روز، یکیشان میگه جوانی است که در عبادت رشد و نمو کرده، وقتی مکلف شده با الله بوده تا که مرده. سبحان الله. الهی جوانهای ما را خدایا در همین لیست بگیر. ما هم کار پیر شدیم، خدایا از این لیست بیرون ما نکو. این جوانی که با عبادت رشد و نمو کرد، بزرگ شد، وقتی زن زیباروی این را به طرف خود دعوت میکنه، این چی میگه در جوابش؟ میگه من از خداوندی که پروردگار جهانیان است میترسم. و اما من خاف مقام ربی، و مقام الله هست که این مرد که صبا درود آفتاب سوزان روز قیامت، خدا به خاطر می کارش که تقاضای نامشروع از او را قبول نکرد و گفت از خدا میترسم. خدا مزدش در این دنیا برش بسیار چیزا کرده الله، و در آخرت در زیر سایه رحمت خودش را جا میده. این افتخار است، این عزت است، این زیبایی هست. وقتی از حضرت عمر رضی الله عنه در رابطه با یک قوم پرسان کردن که یک قومی که میخواست گناه بکنه اما نکرد، اینا چی میشن؟ حضرت عمر عادل رضی الله عنه میگه اونا انسانهایی هستند که خدای متعال قلوبشان را با تقوا می آزماید و پاداش مغفرت بزرگی بر آنان در نظر گرفته شده. در گناه میخواست دستش بخوره، میخواست اقدام به گناه بکنه، ولی خوف الله مانعش شد. خدا فوراً بر از این انسان و به می قوم، به می گروه چی پاداش میده؟ دلهای از اونا را که با تقوا آزموده بود، برای از اینا مغفرت بزرگ هدیه میکنه. مقامی که
بلندترین است در نزد الله و پیش مردم هم هست. یکی از اینا امی زندگی کردن در عفت و پاکدامنی هست. یک مقام بالایی هست پیش به الله. او جوانی که الله می فرماید ای جوانی که به خاطر من شهوتت را ترک گفتی و آن را از عمل حرام باز داشتی، تو در پیش من مانند بعض فرشتگانم هستی. این پاداش دیگر الله عزیز و او بندی پرهیزگار خودش که جلو نفسش گرفت. الله میگه مقام تو پیش من مثل بعضی از فرشتگان ما است، فرشته های ما است. چه زیبا مقامه. ما مقام شما را در 3 جمله خلاصه میکنم و باز میریم به طرف یک میان برنامه و بعد از او صداهای مبارک شما را میشنوم، تلفن ها را باز میکنیم. جایگاه شما میگه وقتی که دختر هستی در خانه پدرت هستی، دروازه جنت بروی پدرت باز میکنی. چه مقامی هست. او پدری که رسول الله ما گفتن اگر 3 دختر تربیت درست کرد برای اجتماع تقدیم کرد، خداوند جنت برش گارانتی میکنه. کسی گفت که اگر 2 تا، اگر 2 تا کسی که 1 دختر داشته داد یا رسول الله فدایت شم 1 دختر اگر داشت، گفتم 1 دخترم اگر داشت، اگر تربیت درست کرد همین دختر سبب میشه دروازه بهشت بر روی پدرش باز کنه. دختره که مقامت بیبی کجا هستی، دروازه بهشت کلیش به دستت است. تو برای پدرت که در تربیت تو زحمت کشید، کوشش کرد، او مترک کرد، برای اونا دروازه رو باز میکنی. خداوند این مقام برات میده. حالا میگه اگر تو همسر داری، ازدواج کردی، تو تکمیل کننده ایمان شوهرت هستی. مقامت بیبی تو باید خودت حفظ کنی، خودت بی قدر نکن. شخصیت همون رقمی که خدا برات لطف کرده همون رقم خودت نگاه کن. باز اگر مادر هستی، چه مقام نازنین مادر جان. اگر مادر هستی زیر پای تو بهشت است. مادرکای من اولادایتان درست تربیه کنین. اولادا قدر مادرکایتان بدانین. مادرت اگر راضی نباشه جنت نمیری، قدرش بدان. تمنا میکنم که شما خواهر ما، عروس ما، مادر ما، خواهرک ما در 3 صفت خودتان داخل کنین. یا دختری شوین که برای پدرتان دروازه بهشت باز میکنین، یا زن باشین که برای شوهرتان ایمانش دینش تکمیل میکنین، یا مادر عزیز باشین که جنت خدا زیر پای شما قرار داد. حالا میریم به طرف یک میان برنامه کوتاه و بعد تلفن ها را باز میکنیم. شما هم انشاءالله داخل همین صحبت ها شوید. السلام علیکم و رحمت الله. صبر و تقوا بود پیش ما، جمله یک رنگ و هم یک صدایی.
ما همه بندگان خداییم، در ره دین و ایمان فداییم. صبر و تقوا بود پیشه ما، جمله یک رنگ و هم یک صداییم، جمله یک رنگ و هم یک صداییم. بار الها تویی رهنمای ما، رهنما رهگشا ای خدای ما. دست ما را بگیر و مدد نما، جز تو یاور نباشد برای ما، جز تو یاور نباشد برای ما. ما همه بندگان خداییم، در ره دین و ایمان فداییم. صبر و تقوا بود پیشه ما، جمله یک رنگ و هم یک صداییم، جمله یک رنگ و هم یک صداییم. حق را ما ز باطل جدا کنیم، دین خود را بدین ما ادا کنیم. در ره دین و قرآن و شرع و حق، بی‌محابا با تن و جان فدا کنیم، بی‌محابا با تن و جان فدا کنیم. ما همه بندگان خداییم، در ره دین و ایمان فداییم. صبر و تقوا بود پیشه ما، جمله یک رنگ و هم یک صداییم، جمله یک رنگ و هم یک صداییم. بار الها تویی رهنمای ما، رهنما رهگشا ای خدای ما. دست ما را بگیر و مدد نما، جز تو یاور نباشد برای ما، جز تو یاور نباشد برای ما. حق را ما ز باطل جدا کنیم، دین خود را بدین ما ادا کنیم. در ره دین و قرآن و شرع و حق، بی‌محابا با تن و جان فدا کنیم، بی‌محابا با تن و جان فدا کنیم. ما همه بندگان خداییم، در ره دین و ایمان فداییم. صبر و تقوا بود پیشه ما، جمله یک رنگ و هم یک صداییم، جمله یک رنگ و هم یک صداییم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا رحیم یا رحمان یا الله یا ارحم الراحمین. خدایا از تو تمنا میکنیم که عزت و آبروی خواهرای عزیزمان را حفظ بکن. الهی از گزند هر آفت و بلا در امانت نگاهشان دار. خدایا برشان قوت ببخش تا مطابق سفارشات تو زندگی بکنن. خدایا از هر چشم و زبان گناه آلود اونها را در امانت نگاه دار. خواهر و برادر عزیز ما، امروز انشاءالله کوشش میکنیم که وقت زیادتر داشته باشیم که شما هم در صحبت ها شامل شوین. تمنای من ای است که
در همین مورد صحبت بکنیم. میفهمم بعضی شما سوالات دارین که چانس براتون میسر نمیشه که در برنامه اصلی شما زنگ میزنین، نوبت گرفتنش نوبت نمیرسه برای شما و ما هم امکانات ما ضیق است. الحمدلله هر روز به تعداد بیننده های ما زیاد میشه. بنابراین ما این خواهش داریم که در همین موردی که صحبت شده اگر شما سوال داشتین یا حرف میزدین این بهتر است. کمی موضوع خودش بیشتر سرش رسیدگی شود. و چیز دیگه هم که شما زنگ میزنین، وقتی که زنگ زدین من گفتم بله سلام علیکم، شما مستقیما دیگه حرفتون شروع کنین چرا وقت سپری نشه. من حال گوشی رو میگیرم. بله سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. از کجا تماس گرفتین؟ زنده باشید استاد عزیز. من مخلص دائمی شما فرهاد هستم از تاجیکستان. فرهاد عزیز بفرمایید. خداوند شما را زنده داشته باشه. واقعا استاد من به نهایت خوشحالم از چون به نهایت می‌ندارم و خداوند همه جانی شما را تنسیت سالی نگاه دارد و واقعا معصوبات قدر ما بهره می‌بریم. شما قوت خدمت بسیار بزرگ دارد که چشم ما جانان رو می‌پوشه در راه زندگی و ببینید ما چقدر چیز خوبه رو در راه زندگی برای انسانیت مخصوص برای جانان چی لازم است ما از خود کردیم و چنانه که پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم جانم فدایش باشد برای ما چقدر های زیاد و دانشمندی پیامبر قدر معصیت‌های خوب می‌جوید. من بار دیگر از شما تشکر میکنم. شما خواهید. یک سوال داشتم که شخصی مثلا داریم بیمار است و طهارت کردن نمیتواند توسط تیمم قرآن را باز کند و تلاوت کند یا خواند استاد و خداوند نگهبان شما باشد و خیلی خوشحالم. خدا باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار تشکر برادر عزیز من، تشویق کردین. خدا در تعداد شما بیفزایه. خداوند شنونده های حرف های خوب زیاد کنه و کسایی هم که حرف های خوب میدنند خداوند اینها هم توفیق بده که اول خودشان عمل کنن بعد از اون در تعدادشان هم خدا بیفزایه. بسیار تشکر برادر عزیز من. بدون شک وقت انسان نمیتونه طهارت کنه یعنی وضو بگیره با آب که خداوند عزیز برای سهولت کار انسان تیمم برش اجازه دادن. وقتی شما به آب دست دادن نمیتونین یا آب نیست، شما را دکتر یا طبیب میگه که در آب دست دادن شما براتون ضرر میرسانه، بنابراین شما تیمم میکنین. بدون شک وقتی قرآن تلاوت میکنین یا نماز میخوانین همین تیمم شما انشالله بر از او کافی است. خداوند در جمله کسایی قرار بده برادر بیمار ما یا خواهر بیمار ما که اولا شفای عاجل نصیبشان شود، بعد از او که با این تمنا که عبادت خدا را میکنن تلاوت قرآن میکنن که خدا برشان از اجر تلاوت قرآن هم بهره بده. ما در این بحث ما در این برنامه که داشتیم تقاضای ما از خواهرها همی است که توجه بکنن به مسئولیت بزرگشان. امروز دشمن در بیباک ساختن خصوصا طبقه خواهرای ما طبقه جوانان ما بسیار تلاش دارن، شب و روز کوشش میکنن، مصرف میکنن، موظف میکنن مردم که جوانها را گمراه کنن. ولی انشاءالله جوانهای بیدار جوانهای خدا پرست هستند، در هر جا هستند، در اروپا هم هستند، در قلب از این هم هستند، در همو اسرائیل هم هستند. خداوند اسرائیل شرماند در برابر یک نیروی کوچک ولی با ایمان بسیار بزرگ و قوی. الله مثل که باز یک بار نشان داد برای جهان که اصل قوت در نزد الله هست. خدا وقت نخواهد هیچ کار صورت نمیگیره. شب و روز بمبارد کردن، بیرحمانه کشتار کردن، ولی هیچ کسی غیر از الله میگفت
چیز دیگه در زبانش نبود. نگفت امریکا بیاد کمک بکن. ما به او شجاعت مردم غزه سلام، خدا حفظتان کنه. خدا بعد از این مقاومتی که کردین الهی دروازه های رحمت خدا بر رویتان باز کنه و این یک درس باشه برای افغان ها و برای تمام جهان اسلام که بغیر از الله کسی دیگه به درد نمیخوره. اما الله اگر خواست و دل الله ما به دست گرفتیم، باز پیروزی از آن ما هست. با امید پیروزی واقعی امت اسلامی. بله، السلام علیکم. برنامه رحمت است. بفرمایید. سلام، ببخشید می‌خواستم صحبت کنم با شما که الان برنامه رحمت. بله بفرمایید خواهر، شما صدایتان شنیده نمیشه، صحبت کنین. سلام، خوبه؟ سلامته؟ الحمدلله. علیکم السلام. شما هم خداوند صحتمند داشته باشه. بفرمایید خواهر. می‌خواستم تشکر کنم از این برنامه خوبتون. مهربانی کردین، خدا یارتان باشه. سلامت باشید. بسیار تشکر خواهر، تشویق کردین. زنده باشین. سلامت باشید. خدا حافظ شما. خدا حافظتان. ولی ما رسالتی را که امروز به گردن خواهرای ما هست کمتر از اون رسالتی که به گردن برادرهای ما هست نیست. شما هر دو مسئولیتتان باید با خیلی اخلاص و صداقتمندانه انجام بدیم. انشالله این روزها سپری میشه. خدایی که ناظر و شاهد ما است این روزها را به پایان میرساند. بله، سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. من یک سوال دارم. بفرمایید خواهر، بفرمایید. سوال ما است که حکم تحصیل و سفر دختر جوان بدون محرم اجازه هست؟ اگر اجازه هست دلیلش چی است؟ به خاطر که من یک دختر جوان دارم میخواد بره به دیگر شهر یا مملکت دیگه بره تحصیل. آیا این از نگاه اسلام جواز داره یا نه؟ لطفا فرمان معلومات بدید. بسیار تشکر خواهر از تماستون. خدا خیرتان بده. برنامه رحمت. السلام علیکم. بله، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید خواهر. ببخشید ما یک سوال درباره اذان وقت دارم. اذان؟ و همه وقت اذان؟ همه کسایی که در اروپا زندگی میکنن، بله. مثلا ما در یک منطقه زندگی میکنیم که از طریق کامپیوتر یا اینترنت شده که وقتی که اذان میده با اذان مسجد فرق داره. بسیار خوب. مثلا مسجد نماز صبح 4:30 یا 4:45 اذان میگه. در اینترنت در کامپیوتر مثلا دایفت دینو مثلا 20 کم 4 اذان میگه، 15 کم 4، تقریبا 45 دقیقه فرق میشه. مثلا یک تلفن دیگه بیشتر فرق میشه. بله، متوجه شدم خواهر، متوجه شدم. دیگه هم سوال دارین؟ نه خیلی، شما میره زمان پیش بر ما رو میده ما میده مثلا مسجد ما که هست، مسجد عربا هست اینجا. فهمیدم خواهر، گرفتم سوالتانه. من گرفتم. شما انشالله خواهش میکنم. زنده باشین. سلام علیکم. بله، سلام علیکم. برنامه رحمت است. من از عزیزان تقاضا میکنم که سوالای مربوط به همین صحبت‌های ما را بکنن. سلام علیکم. برنامه رحمت است. بله، سلام علیکم. الو، سلام علیکم. شب بخیر. حال شما خوبه؟ الحمدلله. شب شما هم بخیر. بفرمایید. میخواستم در رابطه با موضوع امروز صحبت کنم اگه لطف کنید. بفرمایید. زنده باشید. جناب، اگه یادتون باشه تو قرآن یه جای خداوند یه مثلی زده زن فرعون رو که به حساب برای تمام انسان‌های روی کره زمین
ای کاش زنان مسلمان دست عبرت میگرفتن از زن فرعون. زن فرعونی که تو کفر محض زندگی میکرد، یعنی تو خونه فرعون، از خونه فرعون دیگه بدتر، میگفت انا ربکم الاعلی. اما این زن چطوری پرورش پیدا کرد؟ زنان مسلمان گوش بدید، زن فرعون توی محیط کاملا بد، غیر خدایی، غیر الهی زندگی میکرد، اما چی عذاب در اومد؟ یاد بگیرید از زن فرعون. باید براتون الگو بشه. خدا اینو مثال زده برای شما، نه فقط برای زنان، برای مردم اینا رو مثال زده. گفتم مثلا امرأتن، فکر کنم زن نوح بود، من سوره آیهشو من خوب تو حافظم نیست، که برای زنان و مردان این رو معنا کرده. گفته ای زنان و مردان مسلمان، از زن فرعون یاد بگیرید زندگی کردن الهی رو، مقدس زندگی، به شریعت عمل کردن رو. عفت کلام داشته باشید، عفت بصیرت داشته باشید، عفت عقل داشته باشید، تو هر کاریتون با شریعت برید جلو، شریعت خدا رو نندازید پشت سر و به هوای نفستون. این زن نمیدونم چه لباسی پوشید، این زن زندگیش چطوره، این زن قیافش چه شکله، این زن پولش چقدره، این زن با کدام مرد ازدواج کرده، میلیاردر، فقیر، رئیس جمهور، نمیدونم کارگره. زن رو یاد بگیرید، از زن فرعون یاد بگیرید. این زن فرعون رو خدا الکی مثالی نزده، این واقعا جواز بهشت رفتن و جهنم رفتن ماست. این مثال زد که شما زنان برید یاد بگیرید که طور زندگی خدایی رو انجام دادن رو، که راه بهشت براتون هموار بشه. مگه بهشت جهنم مجانی همینطور سرتون رو بندازید برید؟ بهشت جهنم باید اینجا افعال رفتارتون بهشتی باشه. شما نمیشه اینجا هرچی دلتون خواست توی دنیا انجام بدید، فردای قیامت هم بیاد بگید خب خدا الان ما رو بیا ببر بهشت. اعمال رفتارتون تو دنیا اصلا با بهشتی ها نمیخونه. شما برگردید به بعض زندگیتون، به رفتارتون، به صحبتتون، به تفکرتون، ببینید واقعا الهیه. اگر الهی نیست تجدید نظر کنید، عوض کنید این وضعیت رو. از زن فرعون یاد بگیرید، براتون الگو باشه، نه اینکه زن غربی، زن آمریکایی، زن اروپایی، زن نمیدونم هر جهنم دری برای شما الگو باشه. الا زن فرعون، اونی که خدا مثال زده رو برید الگو قرار بدید، نه اونی که شما تو دنیا دارید جلو چشتون همه فحشا رو میبینید، این همه بدیه ها رو میبینید. ببینید در اروپا با زنا چیکار دارن میکنن، ببینید در غرب ببینید با زنا چیکار دارن میکنن. این باید قرآن باید سرلوحه شما باشه. زن فرعون باید برای شما الگو باشه. از زن فرعون باید همه چی رو یاد گرفت. شوهرش همه چی داشت، میگفت من خدا، پول داشت، زندگی داشت، نمیدونم چقدر انبر داشت، چقدر زیر دستش سرباز و حشم و غنم و همه چی داشت، اما زن فرعون همه اینا رو زد کنار. گفت من خدای، من کسی دیگر، تو نیستی. آیا زنان مسلمان که ادعا میکنید مسلمانی میتونید 1% مثل زن فرعون بشید؟ هر موقع زن فرعون برای شما الگو بود، بعد شما ادعا بکنید که هم مسلمان هستید، هم مؤمنه هستید، هم به خدا اعتقاد دارید و هم ادعا کنید که دارید در جوار بهشت، در بهشت جوار نمیدونم عایشه باشید، زهرا باشید، هاجر باشید، ام کلثوم و هم الی آخر، تمام زنان مسلمانی که در صدر اسلام بودن. شما تا زمانی که مثل زن فرعون الگوتون نباشه، محاله خیال توهمه که به فکر بهشت باشید. جناب استاد اگر امری نیست من خداحافظی میکنم. بسیار تشکر برادر عزیز ما، خدا اجرتان بده، خدا خیرتان بده. برنامه رحمت، السلام علیکم. واقعا ما نمونه های زیادی داریم در تاریخ اسلام، در تاریخ بشر که نمونه ها بودن برای هم برای مرد ها هم برای زن ها. خداوند انشاءالله این نسل ما را هم نمونه های
الگوهای بسازن، نمونه های بسازن برای نسل های آینده ما. انشالله همیالی هم هستن، خواهرای ما هستن، مادرای هستن که سرشان افتخار باید بکنیم. بله برنامه رحمت. السلام علیکم. زنده باشین خواهر، بفرمایید. سلامت باشین. تشکر میکنم برنامه خود. خواهش میکنم، مهربانی میکنیم. بله. این برای بچه ها که ختم میکنن یا سرتراشی میکنن جشن میگن، این درسته یا نه؟ تو مذهب اهل سنت. بسیار خوب، یادداشت کردم خواهر سوالتانه. دیگه چیزی پرسیدنی هستین؟ نه خیلی ممنون. بسیار تشکر، لطف کردین. بله ما تمنا میکنیم که این دنیایی که ما درش زندگی میکنیم بالاخره دنیایی شود که هر کس جای خودش بگیره، جای خودش بفهمه، مقام و منزلت هر کسی حفظ شود، احترام به شخصیت زن و مرد اعاده شود. برنامه رحمت. السلام علیکم. سلام علیکم. من فکر میکنم که خواهرها سوالایی نمیکنین که یا برادرها که در مورد همین برنامه باشه. امید است که سوالای بعدی بیاید در مورد همین صحبتی که ما داشتیم. گرچه خواهر سوال کردن که تحصیل و یا سفر دختر جوان در بیرون از احاطه البته خانه‌شان یا منطقه که زندگی میکنن چگونه هست؟ بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. یه سوال داشتیم. بفرمایید. از کجا گپ میزنین؟ من از ایران زنگ میزنیم. بفرمایید. این یه زن با نامحرم که رفتنش با دست دادنش خسته نباش کردنش چجوری یه لطفاً توضیح بده؟ بسیار خوب، خدا خیرتان بده که همین تو سوال کردین. دیگه هم سوال دارین؟ تشکر، لطف کردین، زنده باشین. بدون شک که ما همین در موضوع خانم‌ها و مردها هم که صحبت ها داشتیم، حالا دمی دوامش همین سوال زن نامحرم با مرد نامحرم طبعا که اجازه نداره که دست بده، مصافحه کنه. در بعض مذاهب حتی شکننده وضو هست. اگر دست نامحرم دست محرم با محرم دست بتن وضوی هر دویشان میشکنن. ولی در نزد همه گناه هست، گناه کبیره است، حرام است که زن نامحرم با مرد نامحرم اینا مصافحه کنن، دست بتن. احوال پرسی که اگر در همو شرایطی که ما بیان کردیم که الفاظ انسان خصوصا الفاظ خواهرها فلتر شود، کوشش شود که در او ادای یا لهجه استعمال نشود که در دل مقابل اثر خدای نخواسته سوء بگذاره. و همون رقم و مردی هم که با خواهر صحبت میکنه او هم باید احتیاط کنه، او طور جملات به کار نبره که خدای نخواسته اثر گذار شود در قلب مقابل، اثر منفی بگذاره، اثر خدای نخواسته نفسانی و شیطانی بگذاره. هذه دو طرف وقتی این کلمات استفاده نکردن، سلام علیکه که یا حرفی که ضرورت است گفتنش او وقت باقی نداره. ولی بدون ضرورت طبعا که جواز نداره، بدون ضرورت. و ختنه و سرتراشی هم که یک سنت هست از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که برای اولادش انسان انجام میده،
اینا را اگر در یک محفل مختصره که خوشحالی است یک دیر شما خبر میکنیم خدا بر شما طفل داده، امروز شما او را ختم نکردین، سرش گرفتین، این اشکال نداره. ولی اسراف در این چیزا و خدای ناخواسته رقص و پایکوبی و موزیکی که واسه شما را به گناه بکشانه، از اون چیزها باید جدا پرهیز شود. بله برنامه رحمت. السلام علیکم. در مورد سفر خصوصا خانما جوان، اینا نه تنها سفر، در هر سفر اینا محرم ضرور است، ولی بعض علما میگن که اگر امنیت برقرار باشه. بله برنامه رحمت. السلام علیکم. بفرمایید برادر عزیز. من میخواستم با برنامه صحبت کنم. بفرمایید صحبت کنین. صدایتان نشنوین، مستقیما حرف بزنید، صدای شما پخش میشه. من یک سوال داشتم، کاری داعش خلاف از دین است یا درست است در عراق می‌گذرد؟ شما را خدا انصاف بده. بغیر از این کدام سوال دیگه هم دارین؟ و در با پیشمرکه پیرویم چند جهاد است یا نه؟ نفهمیدم، باز بگوین. اگه با پیشمرکه بگیم چند در ذکر دار جهاد است یا نه؟ نه غیر از این سوالات دیگه سوال ندارین؟ در مورد خود همین برنامه ما سوال ندارین؟ تشکر، لطف کردین. تحصیل و سفری که شما سوال کردین خواهر عزیز که بدون محرم در نزد بعض اهل علم اینا اگر امنیت باشه، عزت و آبروی خانم در خطر نباشه، اونا را مجاز میدانن. ولیکن عام جمهور علما سفر که خانم جوان بیرون از همون حدودی که مسافر میشه کسی، اینا را بدون محرم اجازه نمیتن. فرق اذان هم اگر شما در اینترنت و در مسجد هست، بهتر است که مطابق مسجد عیار شود. ممکن است در وقت این وسایلی که هست در بعضش ممکن است دقیق باشه، بعضش دقیق نباشه، ولیکن اون مسجد وقتی که در اوجه یک مرجعی است برای رفتن مسلمان ها در اوجه ادای نماز میکنن، همو ترجیح داده شود که الا که خدای ناخواسته اونا از خودشان چیز کشیده باشن. وقت شما مجبور هستین که اگر او اذان و او کسایی که در اوجه مسجد جور کردن اونا زیر سوال شما هستن، آدمای مطمئنی نیستن، طبعا باز شما از چند وسیله‌ای که در اختیار دارین ببینید نزدیکترینایش کدام است، امور انتخاب بکنین. السلام علیکم، برنامه رحمت است. سلام علیکم من اشتاق شما یک سوال مطرح کرده بودم به خاطر سفر بود نی؟ بله من امور از صحبت کردم، بیشتر چیز اضافه میخواین بگین بفرمایید. من جوابش شنیدم، من میخوایم که یک دلیل داشته باشم که من میخوایم از دختر خود ارائه بکنم ایره به حساب ای کدام حدیث است یا از کدام عالم است، از کی است که من ایره بتونم برای او به حساب به ثبوت برسانم. بسیار خوب، بسیار خوب. شما امین شماره را اگر بعد از برنامه هم زنگ بزنین من با شما باز مفصل تر صحبت کنم. بله ما در مورد خواهری که سوال کردن از فرق اذان ها و مو پیشنهاد ما امی است که شما از اینترنت و یا در جوال یا موبایلایی که بعض مرکزهای اسلامی در اوج اوقات نماز میگذارن شما از اونا استفاده بکنین. در بعضی از این وسایل اذان مطابق با بعض فقه هم هست، مثلا در نزد احناف نماز عصر فرق داره نسبت به مذاهب دیگه و همون رقم نماز شام و حتی نماز بامداد.
خب این تو فرقا قسمی نیست که اینا تکر کنه و باز خدای ناخواسته در عبادت شما مشکل ایجاد کنه. در هر کدام از اونایی که برای شما میسر است از آن است، شما مطابق از اونها انشاءالله عمل بکنین. بله، برنامه رحمت. السلام علیکم. سلام علیکم رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. من یکی از خواهرای افغانی هستم. بفرمایین خواهر. از کجا زنگ میزنین؟ از تهران. بفرمایین. میخواستم با استاد صحبت. بفرمایین، من خودم هستم خواهر، مستقیما با من صحبت میکنین. استاد محترم، من یعنی استاد گفتن که باید از خدا بترسیم. بله. خدای ما لولو خورخورن نیست، خدای ما عشق هست. بله. من از خدایم نمیترسم، از گناهیم میترسم. برا من گناهگارم. من میخوام کسایی که صدای من رو میشنون به حق من دعا کنن. من از گناهام میترسم. بله خواهر، شما دوام بدین صحبتتانه. من از اینجا مهاجرم. سلام به بابام و مادرم میفرستم و از اونام دعا میخوام. از تمام برادران خواهرای مسلمانم دعا میخوام. خداوند شما را در پناه خود حفظ بکنه. خداوند شما را از گزند هر چیزی در امان خودش داشته باشه. همین فرموده شما که انسان از گناهش بترسه. یعنی وقتی خوف از الله میگیم، منظور ما خدای نخواسته اللهی را که دوست داریم میخوایم از ما قهر نشود. شما از پدرتان میترسین به خاطر از اینکه او هیولا نیست، خدای نخواسته او پدر عزیز و مهربانتان است، شما را دوست داره، ولی میترسین که قهر نشود، میترسین که او را ناراض نسازین. به این خاطر این ترسی که ما عنوان میکنیم، شما این را باید تصحیح کنین در فکرتان که این ترس منظور از ناراحت ساختن الله نیست، که منظور ایست که الله ناراحت نشود. ما در حق شما، در حق همه عزیزای خود ما، خصوصا شما مهاجرینی که از وطنتان دور هستین، از فامیلایتان دور هستین، دعا میکنیم خدایا روز را بیار که این مهاجرین ما که آواره و سرگردان هستند در وطن خود ما دوباره جمع شویم. خداوند دعای شما را در حق کل ما هم قبول بکنه. بفرمایید خواهر. سلام علیکم. الو سلام علیکم. ببخشید حال شما خوبه؟ الحمدلله. شما خوب هستین؟ زنده باشین. استاد گرامی، می‌خواستم عرض کنم در رابطه با عفت و پاکدامنی اگه اجازه است. وقت بسیار کم است، 1 دقیقه وقت داریم. شما می‌خواستم بگم که عفت و پاکدامنی فقط در گرو عمل کردن به شریعته. در صورتی که انسان به شریعت و به فقهای خود اصل خودش عمل بکنه، یعنی گوش بده فقها چه میگن، اونایی که حساب دانش علمی الهی دارن، اونایی که فقیه هستن، اونایی که درس حوزوی خوندن، دینی خوندن، به اینا باید گوش بدن و به اوامر الهی عمل کنن، یعنی به شریعت. اگر به شریعت عمل کردن عفت و پاکدامنی هست، در غیر این صورت غیر ممکنه. خیلی ممنون. خدا. تشکر، لطف کردین. برادر و خواهر عزیز من، شنونده ها و بیننده های محترم، مثل که وقت ما رو به پایان است، من از همه شما تشکر میکنم. امیدوار هستم که تکرار برنامه را صبح 5 شنبه به وقت مدینه منوره یا به وقت مکه مکرمه ساعت 4 بامداد و روز جمعه ساعت 10:30 شب به وقت مکه مکرمه تکرار برنامه را شما خواهد دیدین. تمنا میکنم که حرفای اگر درست گفتم از جانب الله بود، اگر حرفایی که اشتباه بود از ما بود، خداوند مرا عفو بکنه. تمنا میکنم که حرفایی که گفته شد در بدلش خداوند برای من اجر بده و برای شما که شنویدین هم خدا اجر بده.
از این که برادرای عزیز و خواهرای عزیز در عقب تلفن ماندن و نتونستم اونا رو بگیرم، از اونا معذرت میخوایم. امیدوار هستم که همه سربلند و موفق در کارهای که به دوش ما الله سپرده توانا باشیم، با امید پیروزی اسلام و امید برگشت هر مهاجری که از وطن خودش بیرون شده و وطن خودش برگشت کنه. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. خدا حافظ و ناصر شما. أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المراتل عليا دنيا المراتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا فكان الدنيا المراتل عليا دنيا المراتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا